آتش‌سوزی گسترده در بازار کمپانی کابل، خسارت همگفته مالی، علت احتمالی پتاقی بازی است. امروز یک شنبه 18 جوزا باشندگان کابل با ارسال تصاویر و گزارش‌های از وقوع یک از آتش‌سوزی گسترده در بازار کمپانی واقع در ناحیه پنجم شهر کابل خبر دادند. این رویداد حوالی پیش از ظهر رخ داده و شعله آتش بخش بزرگی از بازار را در بر گرفته است. به گفته شاهدان عینی، حریق همچنان برای مدت ادامه داشت و دود غلیظ از محل حادثه به آسمان بلند شده بود. نیروهای آتش فشانی با حضور به موقع در محل توانستند پس از تلاش‌های فشرده بخش زیاد آتش را مهار کنند و گسترش آن به مغازه‌های اطراف جلوگیری کنند. به اساس معلومات اولیه، این حادثه تلفات جانی نداشتند و هیچ کس آسیب ندیدند، اما خسارات مالی قابل توجهی به کسبکاران و دکانداران محل وارد شدند. شماری از مغازه‌ها کامل در آتش سوختند و دارایی بسیار از افراد نابود شده است. تاکنون مقام‌های رسمی امارات اسلامی درباره این رویداد اظهار نظر نکردند و اطلاعات رسمی در مورد علت دقیق در مورد آتش‌سوزی یا میزان خسارات منتشر نشده است. با این حال، برخی از ساکنان محل گفتند که ممکن است دلیل این آتش‌سوزی پتاقی بازی باشد، نوع مواد آتش‌سوزی یا انفجار بوده باشد.